قرار شد ایرانیا بعد 20 سال خوشبخت‌ترین مردم منطقه باشن. از شروع چشم‌انداز یه جریانی حجتیه‌ای در کشور شکل گرفت. حجتیه نونش در تنشه، اصلا تنش و رسالت میدونه. شروع کردن یه سری بن‌بست‌ها رو در سیاست خارجی درست کردن، یه سری مسائل رو حاد کردن برای سیاست خارجی کشور. بعدن گند همشون هم در اومد. مثلا کسی که اومد اون همایش جهان بدون صهیونیسم رو گذاشت که درش رئیس جمهور کشور رو بردن، هولوکاست و محو اسرائیل رو بعدن مطرح شد و بعد از اون تغییرات در سیاست خارجی و سلسله قطعنامه‌ها، همون شخص همزمان پسرش در آلمان مسئول واردات داروهای بیماری خاص سرطانی به هیچ کی هم رحم نمی‌کرد. بعد همون پسره الان تو سلطنت طلبها می‌بینی پرچم دستشه. یه جریان مشکوک بود و یه سری افراد به عنوان کارشناس اومدن این جریان، بعد طرف تو آمریکا بوده، درس خونده تو آمریکا، استاد یهودی داشته، اینجا میومد هی از تنش دفاع میکرد. خب شما وقتی که یک کشوری مثل ایران رو برای چند دهه در حوزه تیررس آمریکا قرار میدی، آمریکا کشوری است که از توان نظامیش یه استفاده هژمونیک میکنه، یعنی میخواد به دنیا بگه آقا من این قدرتم. مثلا آقای ترامپ میاد به پوتین در دیدار اخیرش در آلاسکا میاد هواپیمای بیدو رو نشون میده که من اینا رو دارم، و بعد در دیدار با به هر حال رئیس جمهور کره جنوبی دیگران میاد میگه بله من F-35 هم در ایران این کار رو انجام داده و غیره، یا بالستیک هم همچین. شما کشور رو در تیررسی همچین کشوری قدرتی قرار میدی، خب در نهایت نتیجه اینه که هر وقت اون قدرت نیاز داشته باشه به اعمال قدرتش به جنگ میرسه، به ایران حمله میشه و حمله شد. و ببینید اینها اصلا اتفاقی نیست. مثلا ببینید الان ببین آیه ژه‌ای میاد میگه که آقا کسانی که خلاف نمیدونم یه چیزایی میگن، اینا به دادستان میگه آقا اینا رو باید پیگرد قرار بدید. خب بله دادستان یه زمانی علیه بندم اعلام جرم کرد دیگه، سر قضیه سوریه اعلام جرم شد به علت نشر اکاذیب. یعنی بنده نشر اکاذیب دادم که گفتم آقا 20 تا 30 میلیارد دلار رفتم از بشار اسد پول ایران رو خواستم، دادگاه رفتم، تاوان دادم، ولی حرف من درست شد بالاخره. خب درست شد، نشر اکاذیب نبود. تا کی؟ تا زمانی که نخست وزیر آقای بشار اسد و وزیر خارجه جولانی، دوتا رژیم هر دو حرف منو تایید کردن که 30 میلیارد دلار ایران طلب داره از سوریه، ولی من اینجا تاوان دادم چون حرف درست رو گفتم. یا در قضیه آمریکا ببینید یه زمان بنده گفتم آقا بازیگرانی مثل اسرائیل میخوان ایران و آمریکا رو به جنگ بکشونن، پیشنهاد یه میز قرمز دادم که بعداً بارها میز قرمز هم شکل گرفت، در عمان و قطر و غیره من پیشنهاد داده بودم. یه کسی اومد از من شکایت کرد و سالها درگیر شکایتش بودم که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان حق به من داد که در راستای منافع ملت این نماینده حرف زده. بعداً مشخص شد خانواده اون شخص دارن نفت میفروشن. ببین این بن‌بسته فقط یه بن‌بست خشک خالی نیست، یه اونجا دکان دارن، یعنی نونشون در تنشه، حتی به قیمت کشوندن کشور به جنگ، حالا جدای از تحریم. یا در موضوع FATF مثلا گناه من چی بود؟ یه پرونده خاک خورده رو که میذاشتن اون زیر. یه سال رئیس کمیسیون بودم، دولت گفت آقا بانک‌ها رو دعوت کن. ببین چقدر من بانک‌ها رو تو کمیسیون دعوت کردم، به ریز بانک‌های خصوصی دولتی گفتن چقدر ظلم به کشور میشه به خاطر اینکه تو لیست خاکستری بودی اون موقع. خب من کنوانسیون‌های مرتبط با FATF رو تصویب کردم تو مجلس، قانع شد مجلس، من تاوانش رو دادم، علیه من تظاهرات شد. طرف اگه وصف مافیا نباشه چجوری میتونه تظاهرات را بندازه؟ چجوری میدونه روزی 2000 تا SMS برای من بفرستن، یه تیم SMS و فلان و اینا حتما سازماندهی دارن، یه پولی پشت قضیه است. چرا من FATF رو تصویب کردم؟ تازه الان آقایان به نتیجه رسیدن، رئیس قوه میاد میگه که تو انتخابات ریاست جمهوریش میاد میگه آقا ما به خاطر FATF و تحریم‌های مرتبط با آن 30% ارزش پول ملی رو سالیانه از دست میدیم. چه خیانت بزرگی! خب من خدمت کردم و رفت تو مجمع تشخیصی که کانون تصمیم گیری مصلحتی مجمع تشخیص شد محافظه‌کار. زور مجمع تشخیص به مافیا نرسید. الان آقایون به این نتیجه رسیدن که حد پالرمو رو تصویب کردن، CFT رو هم تصویب کنن، به این نتیجه رسیدن که بازم از لیست سیاه خارج نمیشن. بعد جالب اون زمان ما تو لیست خاکستری بودیم، اگه به حرف من میشد و تصویب میشد از لیست خاکستری هم در می اومدیم، چون نشد رفت تو لیست سیاه. بعد ما الان میگن از لیست سیاه هم خارج نمیشیم. چرا؟ چون اسرائیل رفته جزء هیئت رئیسه، هر روز یه موضوع جدید مطرح میکنه. ببینید اینا باید روشن بشه.
به هر حال در مقاطع زمانی مختلف ما اومدیم گفتیم آقا این مسیر درستیه. خب تاوان دادیم، ما رو حاشیه نشین کردید، ما رو دادگاهی کردید، ولی خب همونی شد که مسیر انحرافی شکل داد، کشور رو به تحریم و به جنگ کشون. مگه ما چی گفتیم؟ گفتیم آقایان در سال آخر روحانی گفتیم آقا جنایی عمل نکنید که روحانی قرارداد احیای برجام ببنده. جنایی عمل کردند، نشد. سال بعد مگه ما گناهمون چی بود؟ فریاد زدیم گفتیم آقا در سال اول دولت‌های رئیسی گفتیم نذارید احیای برجام فدای جنگ اوکراین بشه. تیترای منو یادتونه؟ گفتم گلیم منافع ملی و گلیم برجام رو از جنگ اوکراین خارج کنید. نکردن. در روس و در ایران یه خیانت کردن، اومدن توجیه کردن که نه روسیه نقش نداشته، ما خودمون به نتیجه نرسیدیم. امضا شده بود، دو تا کارگروه اصلی، کارگروه تحریم و کارگروه هسته‌ای تمام کرده بودن. تو حوزه اجرا روسا بازی در آوردن، روسفیلا بازی رو به ذره ایران رو شکل دادن. یعنی ایناست. ببینید تاریخ سیاست خارجی ایران نشون میده که بعد از گلستان و ترکمنچای بزرگترین خیانت ها رو روسفیلا به سیاست خارجی ایران کردن. هنوز هم ادامه داره. مگه من چی گفتم تو مجلس وقتی اخطار قانون اساسی دادم؟ اومدم اخطار دادم که آسمان ایران رو در اختیار هواپیمای روس قرار ندید. خلاف قانون اساسی است که پایگاه نوژه رو در اختیار روسیه قرار دادید. چقدر من حرف زده شد، چقدر بهم ظلم شد، تا وقتی که الان میبینیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که سابقه معاونت وزارت خارجه رو داره میاد میگه که با اطلاع میگم که روس‌ها مختصات پدافندی ما رو به اسرائیل دادن. خب منم تو مجلس وقتی اخطار دادم گفتم آقا به این روس اعتماد نکنی، اینها مختصات عراق و افغانستان رو به آمریکا دادن، در روسیه همه چی فروشیه. ولی ما تاوان دادیم. الانم مثلا طرف میگه آقا حرف نزنید. چرا حرف نزنیم؟ بنده در راستای منافع ملی خیلی تاوان دادم. چیزی غیر از ایران هم برام مهم نیست. هر وقت احساس کنم مسیر کشور اشتباهه حرف میزنم. کمم دادگاه نرفتم، کمم تاوان ندادم. ولی معتقدم خیلی از مسیرهای سیاست خارجی از ابتدا دچار تابو شد. این تابو یه سری دکان‌ها کاسب دورش شکل گرفت و اینجوری شد که بدترین عملکرد سیاست خارجی در تاریخ دنیا در یک دهه اخیر ایرانه. شک نکنید. هر جا بحرانی بود سر ایران رو تو اون بحران بردن. اوکراین به ما ربط داشت؟ نه. ایران و منافع ملیش فدای جنگ‌هایی شد که هیچ ربطی به منافع ملت ایران نداشت. آیا این سیاست خارجی قابل دفاعه؟ خیر.